مسئله ما با ترامپ نی، ترامپ همیشه غلطی نمیتونه کنه، چون میدونه سر شوخی رو باز بکنه، خیلی شوخی جدی بشه، دیگه بعد برن رو نفت 300 400 دلار حساب باز کنه. درسته آمریکا هم خودش یکی از بزرگترین دارنده ها و تولید کننده نفت جهانه، میدونید که انقدر اینا این جماعت عجیبن و وقیحن، برداشتن آمارای غلط، گزارش غلط دادن فرستادن به رهبر انقلاب که سخنگوی نفت آمریکا داره تموم میشه و نمیدونم، که بتونن تاییدیه بگیرن از جاهای دیگه برای خودشون. یعنی حرف ما مثلا اینطوره. ایشون آدم صادقی، سر ماجرای جمعیت دیدید شما گفت آقا در مورد جمعیت رهبری هم اشتباه کرد، کنترل جمعیت. کسی دیگه بود نمیاد اینو بگه. بعد از سالها یقین کرد، اومد گفت آقا این یک بار یا آمار اشتباهی ایشون خون، اومد بعدن سخنرانیش گفت آقا من گفتم جزء 12مین کشور جهانیم، 16مین چندم این نبوده ها، این مال چند سال پیشه. اینطوره. خب اما اینا بیاد تفاسیر غلطمون رو برداریم به زور بدیم این رسانه برامون بگه، این روزنامه برامون بگه، این شبکه تلویزیونی برامون بگه. نمیشه با هیچ منطقی سازگار نیست. آقا بخاطر عقل نداری.